سلام، حالتون چطوره؟ بالاخره اپل آیفون 15 رو به دنیا معرفی کرد. یک انقلاب بزرگ توی گوشی‌های آیفون. یک انقلاب به اسم تایپ سی. بالاخره اپل آیفون 15 رو به دنیا معرفی کرد. یک انقلاب بزرگ توی گوشی‌های آیفون. انقلاب تایپ سی. ولی بعد از 8 سال که اولین گوشی با تایپ سی عرضه شده بود خیلی دور نبود. گوشی که کمپانی ETV ساخته بود. اسم مراسم امسال واندرلاست بود، اما اونقدر واندر پیش نرفت. به نظر من ستاره این مراسم معرفی آیفون 15 پرو مکس بود که بیشترین تغییرات رو داشته نسبت به آیفون های قبلی. جنس فریم تیتانیوم، دکمه اکشن داره که جای اسلایور دکمه میوت رو گرفته. میتونیم شورتکات رو اجرا کنیم، فلش لایت رو روشن کنیم یا دوربین رو باز کنیم. پرش ها هم آهیفته هستند که اولین پردازنده 3 نانومتری بازار. CPU 10% و GPU 20% از قبل سریع‌تره. ری تریسینگ هم حالا 4 برابر سریع‌تره چون سخت افزاری شده. اپل میگه آهیفته باعث شده آیفون 15 و 15 پرو مکس از همه گوشی‌های دنیا سریع‌تر باشه. حتی میتونه قدرت کنسول توی گیمینگ رو به چالش بکشه. حالا باید ببینیم نتیجه چی میشه. USB-C has become a universally accepted standard. اپل میگه چون USB-C داره توی دنیا فراگیر میشه اومده آیفون جدید رو به این پورت مجهز کرده. حالا درسته که اندروید 8 ساله که مجهز به تایپ سیه و اصلا هم نمیدونیم که به خاطر فشارهایی که اتحادیه اروپا روش گذاشته. آیفون 15 پرو مکس USB-C پشتیبانی میکنه که 20 برابر سریعتر از لایتینگه. کل خانواده آیفون تایپ سی شدن، پس این باعث میشه که شارژ سریعتر انجام بشه. قابلیت جدید آیفون 15 دوربین تلفوتوی پریسکوپی پرو مکس. آیفون با این لنز میتونه بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری بهتون بده. ضمن اینکه اپل میگه به لطف پردازش تصویر پیشرفته از ابعاد بزرگ حسگر دوربین اصلی برای بزرگنمایی‌های 2 برابری و 3 برابری با کیفیت هم میشه استفاده کرد. اپل دوربین 48 مگاپیکسلی آیفون 14 پرو مکس رو گذاشته روی مدل 15 و 15 پلاس. اپل به صورت کاملا نرم افزاری امکان زوم اپتیکال 2 برابری اضافه کرده. خب یک لنز اولترا واید داریم، یه دونه نرمال واید. چجوری 2 برابر شده؟ اپل داره نرم افزاری با کراب به شما حس زوم شدن رو میده. خودش هم داره میگه که این کراب باعث میشه که شما حس زوم اپتیکال رو داشته باشید. Optical quality. توی آیفون 15 و 15 پلاس روشنایی صفحه شده 2000 نیت که 2 برابر قبله و پنل پشتی هم مات شده. گوشی‌های استاندارد اپل بقیه چیزا مثل تراشه و داینامیک آیلند رو از مدل پرو آیفون 14 برداشتن، اما هنوز 60 هرتز هستن. دقیقاً یکی از ضعف‌های فروش آیفون 12 و 13 این بود که تلفوتو نداشت. الان هم به صورت نرم افزاری مشکل رفع شده و هم که دارن تبلیغات میکنن. و اما بحث شیرین قیمت گذاری آیفون تغییری نکرده. آیفون 15 از $800، 15 پلاس از $900، 15 پرو از $1000 و پرو مکس از $1200 شروع میشه. گوشی‌های جدیدم از 22 سپتامبر وارد بازار میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.